خیلی خوش اومدی و ایران بانو. سلام مامان. سلام. خوش اومدی. میواره سلام به همه دوستان نازنینم. سلام از یک روز زیبای ابری پاییزی از شمال ایران عزیزمون. خب دوستان، ما انقدر هوا خنک و دلچسب بود تصمیم گرفتیم که توی تراس صبحونمون رو بخوریم با پنکیک هایی که میلا زحمت کشیده درست کرده. یه صبحونه دوره همی خوردیم و کلی هم جای همگی رو خالی کردم. خب با من باشین، امیدوارم این ولاگ رو تا انتها ببینین و مورد توجهتون واقع بشه. خب دوستان نازنینم، امروز با من باشیم با همدیگه بریم یکی از کافه رستوران های لوکس استان مازندران که در واقع بعد از جنگل سیسنگان نزدیک نوشهره. با من باشین. سعی میکنم امروز از حال و هوای قشنگ شهرم در حین رفت به سوی کافه هم براتون یه فیلمی تهیه کنم. خب دوستان، قبل از اینکه بریم به سمت این کافه رستوران گفتیم که غذای امروزم که جوجه کبابه، مراحل آخرش هم آماده کنیم. ببینین دیدین که جوجه رو وقتی که ما رفتیم تهیه کردیم همونجا اون آقا زحمت کشید، حالت جوجه ای کرد. بالوکت هم اضافه تر گرفتیم چون میدونه بالوکت خیلی طرفدار داره. خب مسی جون زحمت کشید، از روز قبل این جوجه ها رو مرینت کرد. ببینید بهترین حالت برای اینکه یک جوجه خوشمزه در نهایت داشته باشیم اینه که از یک روز قبل با زعفرون، روغن مایه، فلفل دلمه‌ای، نمک تو مرحله اول بزنید چون که مرغ مانند گوش نیستش که باعث سفتی شه. قشنگ نمک تو خورده جوجه فوق‌العاده لذیذ میشه و فلفل و یک کوچولو آب لیمو و زعفران دیگه. هر چقدر زعفران جوجه کباب بیشتر همونقدر جوجه کبابمون در نهایت لذیذتر. معمولا ما وقتی جوجه کباب درست میکنیم پیاز از یک روز قبل به مواد نمیزنیم چون پیاز تمام اون طعم و مزه زعفران رو به خودش میگیره. روزی که تصمیم داریم جوجه کباب درست کنیم به این شکل یه چند ساعت قبل قشنگ پیاز رو به این شکل خلالی درشت میکنیم، داخل موادمون میریزیم تا طعم و مزه پیاز به جوجه بره. خب اینا هم آماده شه، یه 3-4 ساعت بره یخچال و تا تو این فاصله یک سرمون بریم کافه رستوران و مجددا برگردیم.
خب کار مرینت کردن جوجه رو ما خانوما انجام بدیم. حالا زحمت آماده کردن جوجه ها رو میلا جون میکشن. خب ببینید بهترین حالت اینه که زمانی که میخواین جوجه کباب رو درست کنین یه حدود نیم ساعت قبل از داخل یخچال خارج کنین تا همدمای محیط بشه. حالا بهترین حالت اینه که بالها جدا، کتفا جدا، قسمت رون مرغ جدا، سینم جدا. وقتی که تفکیک میکنیم جوجه ها رو و سیخ میکشیم در زمان پختم دیگه متوجه میکنیم هر قسمت چقدر باید پخت شه. چون نرمال رون مرغ زمان بیشتری میخواد روی آتیش باشه و بالا کتفم که خب قاعدتا زمان بیشتری میخواد. خب معمولا بالا کتف پای منقل خورده میشه، ولی چون خیلی تعدادش زیاده ما همزمان همه جوجه رو قراره میلا جون زحمت بکشه آماده کنیم و همگی دور هم بشینیم و بخوریم و جای شما عزیزانم ما خالی کنیم. سلام. ما رفتیم کافه دیدار اومدیم. به چه مهمونای عزیزی برامون رسن. این خاله خوشگله، خاله نازم، نه که پردیسمون، خیلی خوش اومدی. و ایران بانو. سلام مامان. خوش اومدی. میوه رو دیدی؟ نارنگینا رو دیدی؟ بریم سمت چیز ببین مامان. خرمالوا. فاتی امسال ماشاءالله خیلی بار داده. خیلی نه مامان زمستونی ها رو خوب کود داده. آره تابستونی. فاتی انقدر این خرمالواش خوشمزه است. بریم مادر. بریم. هوام دوباره ابر شد خوشبختانه. آره باید بکنی چون میافتن زمین. بکنیم بذاریم بعد گذاشتیم تو رسید. آره بعد اون برم خیلی حالا هوا امروز خوبه. گفتن از 2-3 روز آینده یه دفعه 20 درجه افته دم کل کشور. فاتی دارابیه نه ما یکیشون تا ما بیه مسینه چیده بودن و خوشمزه است. این انگار پیوندی شده یه ذره چیز شده. فاتی این اولی نارنگیه. آره خوردنی بود. نه نارنگیش و اون بر یه درخت پر پرتقال تو سرخه. آره برو نزدیک. خیلی بزنم قشنگ جلو. بزرگ شدن. آره یه طعم مزهش یه چیز بین لیمو اون چیه میخورن گریپ فروت. آره مامان پرتقال. نارنج. من اینطوری میفهمم. این نارنج. این پرتقال. اینم یه سری لیمو. بعد اینا اصلا طعمشون خوبه. یه ذره مزه تلخی دارن اینا. آره. اما ماشاءالله نگاه خیلی امسال بارد. اون ورم پره. به این چی نداده؟ تو این فاصله که میلاد داره زحمت که جوجه کبابا رو آماده بود گفتیم بیایم توی محوطه یه خیلی هر شاخش ببینی. آره خیلی کلی عالی داره. آره بیایم بایستین جو ازتون عکس بگیرم خواهرا. قدیمی انگار. آره کدو. این کدو هم هست. این باحاله. آره کدو حلوایی. گوجه‌اش هم خیلی چقدر خوشمزه بود گوجه. اون وسط. آره گوجه‌اش خیلی خوشمزه بود. آره کاکتوس اون ور خاله ای. آره میدونم. خب اینم ازگیلا فکر کنیم یه 2 هفته دیگه برسه. چه ازگیلای درشتی هم هست. آره درست. آره ولی نرسیده دیگه هنوز کاله. برو ماما بیا ماما. دیدی چه برگاش خودش مدل گرفته. آره خاله کاکتوس رو ببین. آره یه دونم گل داده فکر کنم. من میخوام ببینم میوهش. همون یه دونه میوه داده. ماما یه چیزی داره میچینه. یه حلزون رو ببین چقدر. آره دیگه. آره اونا یه زن انگار میوهش پلاسید هست. نمیبینم اونا فاتی قرمزه. این خب مهمونامون هم رسیدن. کلی از دیدنشون خوشحال شدیم. خب جوجه هم آماده است که برن رو آتیش. میلاد جون میگن بهترین آتیشی که برای درست کردن جوجه اینه که اگر از قبل داخل باربیکیو یا داخل منقلمون زغال قدیمی است اونا رو بریزیم بیرون و یه سری زغال بریزیم. اگه تکاش بزرگه یه ذره خورد کنیم و بعد حالا با آخر
مثل معمولا یا بنزین. الان یه سری هم هستن که یه سری مایع هستن که مخصوص روشن کردن زغاله، اونا رو استفاده کنیم. وقتی که تقریبا بوی اونا از آتیش خارج شد، بیایم یواش یواش مواد رو بذاریم روی آتیش. خب به اولین حالت بهتره که گوجه بره روی، من میلاد میگه من اول گوجه رو یه حالت نیم پس میکنم میذارم کنار، بعد میارم بقیه جوجه ها رو آماده میکنم. به به میوه رو خب ببینین چه بارای روی درخت، اینا نارنجه. خب مامان قشنگم که نشسته توی تراس داره از این هوای مطبوع پاییزی نهایت استفاده رو میکنه. خب ما بازم مجددا چون هوا خیلی خوبه تصمیم گرفتیم که توی تراس غذا رو بخوریم دیگه. تقریبا اون گوجه ها و فلفل آماده است. حالا اولین مرحله بال و کتفا میره روی آتیش رو و مرحله به مرحله رونو و در نهایت سینه ها. اینم باغ همسایه بغلی، اونم ماشاءالله پر از مرکبات و دیدم انارم زیاد داره، اونم پر از بار امسال. واقعا دیدن میوه روی درخت خیلی قشنگه. خب منم این کنار ایستادم و نظارت دارم که ببینم جوجه ها چطور میشه. البته میلاد خودش استاد واقعا توی انواع اقسام کباب درست کردن. خب ببینید وقتی که کاملا یه طرف جوجابو برمیگردن تا سمت دیگه هم آماده شده، میگم بالا کتفا، چون یه ذره زمان بره. اولین مرحله بالا کتفا رو گذاشته شده، بعد رونا، بعد سینه ها. دیگه تقریبا یه طرف جوجه آماده است. بهترین حالت برای جوجه اینه وقتی که رنگ جوجه کبابا برمیگرده و طلایی میشه، یعنی اینکه دیگه جوجه آماده است. بیشتر از اون یه حالت سوخته میشه. بفرمایید چای تازه دم روی همه خانم‌ها دوره هم غذا خوردیم و نشستیم هم بیرون اینقدر هوا خوبه، چایی اصلا با هم دیگه بخوریم. در رو وا کن. به به چه هوایی، هوای ابری خنک، نم نم بارونم میزنه. ما هم دیگه امروز انشالله عازم سمت تهرانیم. واقعا حیفه شمال بیایی و یه همچین هوایی از دست بدی. دیروز مامان و مرجانم که با خاله فاتی و پردیس اومدن ویلای خاله، یه سر اومدم پیشمون، کلی هم بهمون خوش گذشت. یه فیلم کوچولو هم براتون گرفتم. گفتم قبل از اینکه از ویلا خارج شما بریم سمت جاده، از این حال و هوای زیبای پاییزه شمالم براتون یه فیلم بگیرم. خب دوست نازنینم ممنون که این چند روزم کنارم بودین. سعی کنم از لحظاتی که مزاحم دیگرون نباشم و حدس بزنم برای شما عزیزان این لحظات رو شیر کنم، شما عزیزانم لذت ببرین. به خاطر همین یه فیلمای کوچولو براتون گرفتم. ممنون که مثل همیشه کنارم هستین. تا یه آموزش و ولاگ بعدی همگی به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.